ما چی میخوایم معلومه. میایم اینجا بعضیامون مشکلات دنیایی داریم، بعضیامون میگید آقا ما اومدیم شما بیا، موقع جان دادن ما تنها نباشیم، کنار کوثر و کنار صراط ما تنها نباشیم. خب این انتظاریه که خود امام رضا ایجاد کرده، فرموده من میام. یکی این است که شاید آقا مثلا در ظهور امام زمان تعجیل کن، ما تا زنده هستیم ظهور رو ببینیم. نمیدونم الان اگه یکی کاغذ دست شما بدن بگن انتظاراتتون رو از امام رضا بنویسید، شاید نشه جمع زد. انقدر تنوع انتظار و درخواست و جوونا یه جور، مسنا یه جور، خانوما یه جور. اشکالی هم نداره، ما اومدیم در خانه امام رضا هم زیارت کنیم، هم حاجاتمون از ایشون بخوایم. درخواست حاجت هم از امام رضا هیچ منعی نداره. این یه وقتی کسی عوام بازی در نیاره یا این وهابیای خبیث که درک نمی‌کنن این مسائل رو. ما بارها گفتیم عالم نظام اسباب و مسبباته. شما به آسمان نمیگی به ما باران بده، به زمین نمیگی به ما مثلا بذر بده، دانه بده، میوه به درخت نمیگی. واسطه از عالم اسباب و مسبباته. خورشید به شما حرارت نمیده، ماه به شما نور نمیده، اسرائیل جان نمیگیره، جبرائیل وحی نمیاره، میکائیل رزق نمیده. اینا واسطن، ائمه واسطن. هیچ اشکال نداره کسی بگه خدا جان ما رو میگیره یا بگه اسرائیل میگیره. خدا جفتش هم تو قرآن گفته الله یتوفی الانفس، خدا جان میگیره. جای دیگه هم میفرماید ملائکه جان میگیرن. هیچ مانعی نداره. هیچ اشکال ندارد که کسی بگوید که فرشته ها اعمال ما رو مینویسن یا خدا مینویسه. جفتش هم تو قرآن اومده. هم به خدا میگه یکتبو، هم به فرشته ها میگه یکتبون. هیچ عیبی نداره، اینا صریح قرآنه. یه کسی بگه خدا هدایت میکنه، کما اینکه خدا تو قرآن میگه یهدی من یشا، یا بگیم پیغمبر انک لتهدی، پیغمبر تو هدایت میکنی. یکی یه خورده با قرآن آشنا باشه میفهمه همه امور دست خداست، فاعل اصلی خداست، مؤثر در عالم خداست. همه ائمه اومدن مردم با خدا آشنا بشن، اما خدا کاراشو تو عالم از طریق اسباب انجام میده. الان روز به شما نور میرسونه اما از طریق خورشید، باران میباره از طریق ابر، رزق میده از طریق میکائیل، وحی میفرسته از طریق جبرائیل، جان میگیره از طریق اسرائیل. خب حالا اشکالی دارد ائمه وسیله هدایت باشن، وسیله برآمدن حاجات باشن؟ یه چیز طبیعیه.